گویا متاسفانه حکم اعدامش حقیقت داره. یه وجب از این خاک و برگ از کتاب قرآن رو به پول و امکانات نمیفروشن. سلام رفقا، به کانال ایران حواشی خیلی خوش اومدین. امروز هم با اخبار و حواشی‌های اخیر در خدمت شماییم. نامه امیر تتلو به مردم ایران و مسئولین. متاسفانه حکم اعدام امیر تتلو واقعیت داره. حرفای مهم امیر تتلو که باید بشنویم. تو این ویدیو قرار کاملا بی‌طرفانه این خبرها رو بررسی کنیم. پس لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کن. زنگوله هم یادت نره بزنی تا اولین نفر از اخبار یوتیوب و رپ فارسی با خبر بشی. بعد از 1.5 سال امیر تتلو سکوتش رو شکست و نامه‌ای از طریق وکیلش به مردم و مسئولین داد. در ادامه این نامه رو کامل و واضح توسط پیج رسمی که به تتلو دادن دنبال میکنیم، ولی من یه خلاصه‌ای براتون میگم. امیر تتلو تو نامه‌ای که به مردم و مسئولین داده گفته که از مردم در برابر حکم درخواست آرامش داره و لطفاً شلوغش نکنن. گویا متاسفانه حکم اعدامش حقیقت داره اما قطعی نیست و میشه اعتراض کرد. تتلو میگه گناهی نداره و امیدواره که رأی دادگاه تغییر کنه و همه جوره تلاششو میکنه که جبران کنه. به امید آزادی امیر تتلو. در ادامه مادر و خواهر امیر تتلو یه پیج و استوری میکنن که گویا اون پیج و وکیل امیر تتلو بهشون داده. چون پیج رسمیه برای بخشش امیر تتلو، آدرسشو براتون میذاریم که فالو کنید. در ادامه تو همین پیج خیلی کامل، واضح، مو به مو درباره جزئیات این نامه امیر تتلو توضیح میدن و مهمه که ببینیم. سلام، وقتتون بخیر. خبر مهمی که میخوام عرض کنم در رابطه با آقای امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلوه. ایشون بعد از 1.5 سال زندان بالاخره سکوت رو شکستن و یک پیام متنی رو از طریق سامانه صنایع قوه قضاییه به دست وکیلشون رسوندن که به وسیله اطرافیان به گوش مسئولین و مردم برسه. متنی که گفتم به خاطر شایعات فضای مجازی و نگرانی ایجاد شده در خانواده و مردم و اطرافیانشون و البته جلوگیری از سوء استفاده دشمنان خارجی گفته شده و چون طبق مقررات زندان هم امکان دادن پیام صوتی رو نداشتن، پیام رو به صورت متنی و اظهارنامه قانونی که از طریق کد رهگیری و مشخصات دیگرش قابل استعلام هم هست دادم و به همین خاطر بنده هم اینجا کلمه به کلمه پیام رو برای اینکه خدایی نکرده تغییری در تعبیرش ایجاد نشه از زبان ایشون به صورت صوتی به عرضتون میرسونم. سلام به همه مردم ایران. بعد از 1.5 سال سکوت الان دیگه وظیفه خودم دونستم در رابطه با اتفاقاتی که افتاده یه توضیحی بدم. این پیام هم به 2 هدف به مردم داده میشه. اول اینکه از طرفدارام درخواست آرامش در برابر این حکم بکنم و دوم اینکه با گفتن تمام ماجرا سعی کنم از سوء استفاده دشمنان خارجیمون جلوگیری کنم. اما در رابطه با خبری که پیچیده شده، بله متاسفانه حکم اعدام حقیقت داره. البته قطعی نیست و 20 روز پیش هم وقتی که منتظر مرخصی بودم بهم ابلاغ شد. تا وقتی هم که خود رسانه‌ها نگفته بودم من حرفی نزدم که کسی نگران نشه. اما با این وجود از همون موقع تا الان با نماز و قرآن خوندن 1000 بار کلمه و عملی توبه کردم. چون همه میدونین که ما خدا و دینی داریم که بخشنده و مهربونه و منی که تغییر و توبه کردم هم خدا میبخشتم، هم امام حسین علیه السلام که اون مداحیشو کردم و به عشقش آهنگ ساختم و خوندم. مطمئن باشید مسئولان هم من که بیشتر از همه کار مذهبی و وطنی کردم و برای ساختن و خوندن آهنگایی مثل امام حسین علیه السلام، امام رضا، شهدا، هسته‌ای و قهرمان سالها با دل جون وقت و عشق گذاشتم رو برای چند دقیقه متنی که واقعیتش به دست مردم نرسیده و توبه هم در واقع تهیه‌اش کردم و حاضر هستم که جبرانش بکنم قضاوت نمی‌کنم. پس نگران نباشید. ضمن اینم بگم من تو سالن دارالقرآن زندان کنار خدا و دوستای جدیدم حالم خوبه و برعکس دروغایی که از بیرون میشنوم نه جام لاکچریه نه شکنجهگاه و با وجود همه لطف و مهربونی‌های کل زندانی‌ها و پرسنل زندان برخلاف شایعاتی که میشنوم نیاز به محافظ و بادیگارد ندارم. به هر حال همه میدونن من یا اون قربانی فضای مجازی و سوء استفاده از خودم شدم، ولی این دفعه خواهش میکنم تو این شرایط حداقل به من و خانواده‌ام رحم کنن و به خاطر فالوور جمع کردن با دروغای راجع به مدل زندگی تو زندان و مدل حکمم با چیزای دیگه با جون یه آدم بازی نکنم. از طرفدارام هم میخوام اگه تصمیم دارم به من کمک کنم بدون تنش و توهین به کسی آروم باشن و فقط بیان نامه خواسته قانونی عفو من رو که از رئیس قوه قضاییه تقاضا کردم تو صفحه‌ای که برای این کار به صورت قانونی طراحی میشه لایک کنن. از شما خواستم آروم باشید چون منم میخوام آروم باشم
و دیگه دنبال حاشیه نباشم و فقط میخوام در کنار خدا و خودتون و قانون برای کشورم کارهای هنری بزرگ و جهانی بکنم. یه درد و دل هم با مسئولامون دارم که به مشکلات جوانان قبل از اینکه از ایران برن و مریض بشن و اشتباه کنن توجه داشته باشه که اگرم اشتباهی کردن طبق نامه حضرت علی به مالک که میگه همانطور ببخش که دوست داری خدا تو رو ببخشه، ببخشنشون و نذارن دشمنای خارجمون سوء استفاده کنن. که البته منی که خودم عاشق ایرانم نمیذارم خارجی‌ها اصطلاحاً مفری کنم و اینم برخلاف خیلیا با نرفتنم با آمریکا و اروپا که سالها برام فرش قرمز پهن کرده بودن عملی ثابت کردم که من حتی اگه برام دردسر هم داشته باشه یه وجب از این خاک و برگ از کتاب قرآن رو به پول و امکانات نمیفروشم. الانم همونطور که تو آهنگام میگم گاهی تنها معذرت خواهی کافی نیست و جبران باید کرد. با پای خودم اومدم ایران که جبران کنم و هم رفعت اسلامی رو ثابت کنم و هم به جوانایی که میخوام برگردن نشون بدم میشه برگشت. به همین خاطر از چندین میلیون جمعیت کشور که خیلی از مسئولانمون هم جزشونن میخوام به خاطر خاطراتی که تو شادی‌ها و دلتنگی‌هاشون با آهنگای من دارم برام دعا کنم و تو کشور خودم که خانواده‌ام هم حساب میشه، مخصوصا حالا که سلامتی جسمم هم برگشته و تغییر کردم، فرصت کار کردن و جبران کردن و حق آزادی و زندگی کردن بدن. همین. مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم. التماس دعا. اگه یوتیوبری و تازه یوتیوب رو شروع کردی و نمیدونی با چه شرکتی قرارداد ببندی، پیشنهاد ما اینه که با اندروپی کار کنی، چون معتبرترین شرکت در حوزه یوتیوبه و کل یوتیوبر خفن باشون کار میکنه. میتونی درآمد کانال تو با کارمزد کم نقد کنی و دیگه درصد بالایی بابت مالیات و انتقال درآمد به کسی پرداخت نکنی. راستی اندروپی هم میتونه بهت مشاوره بده، هم پروموتت کنه، هم به نتورک وصلت کنه و کلی چیز دیگه. اطلاعات کامل تو دیسکریپشن. سلام، وقتتون بخیر. پیرو نامه قبلی آقای امیرحسین مقصودلو ملقب به امیر تتلو که از طرفداراش آرامش در مقابل حکم رو خواسته بود و گفته بودن اگر کسی خواست کمکی انجام بده میتونه بیاد نامه عفو ایشون به رئیس قوه قضاییه رو لایک کنه. الان بنده مشابه نامه قبل کلمه به کلمه ایشون رو به رئیس قوه قضاییه برای عزیزان میخونم تا هم فایل متنی این نامه ها در اختیار همه باشه و هم فایل صوتیشون. این نامه دو بخش داره که اول مربوط به گفته‌های وکیل و مربوط است به دلایل حقوقی و قضایی که ایشون در رابطه با حکم ذکر کرد و بخش بعدی گفته‌های خود آقای مقصودلو که از زبان خودشون درخواست عفو کردن از رئیس قوه قضاییه. تو بخش اول هم وکیل جدید ایشون خانم حاذق اینجوری گفتن که با توجه به اینکه ایشون وخامت واضح روح و روان در اون زمان داشته و باید حال گوینده هم دقیقاً در زمان ارتکاب عملش در نظر گرفته بشه، نه قبل و بعدش. این مطلب در حکم هم ظاهراً با ماده قانونی 263 و 149 قانون مجازات اسلامی مغایرت داشته که هیچ توجهی بهش نشده. و از طرف دیگه با این وجود به نظر میرسه قاضی فقط با حدس و گمانش که گوینده در همون لحظه دقیقاً تو چه حالی بوده حکم داده و اصلا هم به کارهای هنری مذهبی ایشون که از هر هنرمند دیگه‌ای بیشتره ثابت میکنه چه عشقی به ائمه و دینش داره هم اهمیتی نداده که همه اینا به غیر از مغایرت با ماده‌های قانونی که گفتم خلاف قاعده فقهی در هم محسوب میشه. به هر حال در پایان مطلب وکیل از رئیس قوه خواسته که به دستور ویژه خودشون یه رسیدگی مجدد فوق‌العاده به پرونده مخصوصا از نظر قضایی و پزشکی بشه و به درخواست عفو موکلش که در ادامه نامه بهش اشاره میکنه توسط خود رئیس قوه رسیدگی بشه. خب حالا مستقیم میریم سراغ متن خود تتلو که به رئیس قوه قضاییه داد. سلام و عرض ادب خدمت پدر بزرگوارم جناب آقای آیت الله محسنی اژه‌ای. بنده امیرحسین مقصودلو فرزند شیعه همین آب و خاک در اوج بیماری و اعتیاد به تاثیر از بغض جدا شدن از وطن یک متنی را که چندین بار توسط دیگران در صفحات مجازی تغییر پیدا کرد بدون اینکه به پیامبر گرامیمون توهین کرده باشم اثر ناآگاهی و غفلت نقل قول کردم و با وجود اینکه از همان لحظه تا به امروز با حذف کردن مطلب و قرآن و نماز خواندن کلامی و عملی توبه کردم و به خاطر سید الشهدا که یک امت دوهش بودم و به عشق ایشان شعر گفتم و آهنگ ساختم با پای خود به کشور برگشتم تا هم تمام تلاشم را برای جبران گناهان و اشتباهاتم بکنم و هم با نشان دادن رفعت اسلامی به دنیا به هنرمندانی که رفتن ثابت کنم می شود برگشت. اما تا حالا این فرصت جبران به من داده نشده، در صورتی که مرور ساده زندگی من نشان میدهد منی که بیشتر از تمامی هنرمندان آثار وطنی و مذهبی ساخته بودم متاسفانه کم کم قربانی غیر مستقیم فضای مجازی و دشمنان نظام و کشورم شدم. کسانی که حالا هم منتظر برخورد خشن با من و بهره برداری کردن از تنش‌های بعدش بر اهل ایران هستند. اما حالا که با برگشتن به وطنم و ترک اعتیاد و درمان مشکلات روانی آماده جبران و خدمت و کارهای بزرگ برای وطنم هستم، از پیامبر اسلام و از شما که همیشه تلاش کردید چهره مهربان دینمان
برکت اسلامی در حکم‌ها حفظ شود تقاضا میکنم برای من پدری کرده و با عفو اشتباه و گناه هم شفاعتم را هم در مقابل امام حسین و خداوند توبه پذیر بفرمایید.